سوال من در مسئله این کاری مسئله این کاری ولی امر از منبرها حکم همین چه آقای انصاری؟ بابا ولی امر تا ولی امر داره. ولی امری که ولی امر شرعی باشه، ولی امری که بر اساس قرآن و سنت در بین مردم حکم بکنه و اگر اعمالی از این ولی امر سر زده باشه که نیاز بر این باشه که در منبر گفته بشه، باید در منبر گفته بشه. اما اعمال شخصی از او سر زده باشه که نیاز است که به شکل شخصی رفته به او بگید، باید به شکل شخصی رفته بگید. به طور مثلا ولی امر کرده که زنهای مسلمان باید روسری سر نکنن، درست؟ سرشان باید لچ باشد، لخت باشد. الان یک احمقی بیاد بگه که شما حق ندارید که علنا این رو نقد بکنید، باید برید پیش ولی امر نزدیک رو نصیحت بکنید. این یک حرف احمقانه است برادر عزیز. چون منم آقای انصاری بخشش ما دو این حدیث چی میشه؟ من اراد ان ینصح الذی سلطان فلا یبد له علانیه. این نصیحت در مورد امور شخصی او است برادر عزیز. این نصیحت در امور شخصی او است. مثلا زنا می کند، شراب می خورد، ریش خود می تراشد، لباسهای ناجور می پوشد، مرتکب فسق و فجور می شود. این جایز نیست که ما بیایم در سر منبر بگیم یا ایها الناس خبر دارید که حضرت ولی امر مسلمین دارد شراب می خورد. نه، اینو میرید در پیشش برش نصیحت می کنید که جناب عالی این کارو نکنید. اما این ولی امر آمده امر کرده که مثلا مردم زناشون حجاب نداشته باشه، درست؟ بعد از اون شما بیا در سر منبر در اونجا مردم رو بگو یا ایها الناس، الله متعال گفته در قرآن کریم که ای پیامبر امر بکن زنانت را و زنان مؤمنین را که حجاب سر بکنن. بعد این آقا آمده گفته که نه این کارو نکنید. ای مردم، حرف خدا را قبول بکنید و حرف او را قبول نکنید. اینجا انکار علنی گفته میشه، چون که ولی امر نرفته در تنهایی در داخل خانه خود یک چیز رو انجام داده باشه، آمده در رادیو و تلویزیون رسمی این رو اعلان کرده. حالا شما مثلا برید به شکل شخصی این رو نصیحت بکنید، کدام عقل و منطق این رو گفته؟ برادر انصاری ممکن من یک دو چه خانم بخوانید. مقصد اقوال علما خلاف گفته شما. مثلا میگه الامام النووی گفته که یرا ان نصیحت السلطان تکون برفق و سر ما لم یکن فی اظهارها مصلحت راجحه. انا ابن رجبی الحنبلی. خب امیر ترجمه کنید. ترجمه کنید. بله ترجمه کنید. یعنی میگه یرا ان نصیحت السلطان تکون برفق و سر. یعنی میگه که امام نووی گفته که یعنی رأی امام نووی همینه که نصیحت سلطان باید که با رفق و سر باشد، سری پنهانی باشد. بله بله. بعد از اون میگه که دفعا للفتنه، این بخاطر دور کردن فتنه ما لم یکن فی اظهارها مصلحتا راجحه. آفرین. امینو در اظهار نصیحت یکون مصلحت راجح نباشد. تمام. الان مثلا در مسئله وقتی که احکام ضد قرآن و سنت حاکم یا ولی امر صادر بکند، در بیان انکار این احکام علنا در منابر مصلحت هست یا مصلحت نیست؟ یعنی مقصد در هر چی که خلاف شریعت گفتن. دقیقاً. ببینید امام نووی همینجا جواب شما را داده است. میگه مادامی که مصلحت عمومی نباشد باید نصیحت والی یا حاکم یا ولی امر پنهانی و سر باشد. یعنی امروز حاکم میآید در رادیو و تلویزیون دولتی عمومی اعلان میکند که این حجاب این حکم الله و رسول نیست، این عادت عرب است.
خب شما الان یک عالم هستید، شما رفتید خپ و چوب در پیش ولی امر رفتید او را گفتید جناب عالی شما این کار را که گفتید این خلاف قرآن و سنت است. میگه برو گم شو، به تو چی؟ ما اینجا پارلمان داریم، حکومت داریم، به تو مربوط نیست. الان در این کاری که شما کردید چه مصلحتی عمومی وجود دارد؟ چون ببین وقتی که الان شما این رو پنهانی کردید در این هیچ مصلحت عمومی وجود ندارد، چون مردم از این کار شما خبر نشدن. اما یک نفر دیگر آمد سر منبر گفت یا ایها الناس، الله سبحانه و تعالی گفته است که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. الله متعال در قرآن کریم با این آیت حجاب را بر همه مسلمان ها فرض کرده است و کسانی که امروز میگویند که این حجاب عادت عرب است، عادت بیگانه است، لباس بیگانه است، اینها از دین خبر ندارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم حجاب را فرض کرده است، الله متعال واجب قرار داده است. پس یا ایها الناس به زنهایتان و دخترانتان بگید که حجاب بکنن. الان در این دو موقف از دو تا عالم کدامش مصلحت عمومی در نظر گرفته شده است؟ برادر انصاری اجازه دهید باقی مانده یک دو عالم دیگه هم رایشون بخونم. جانم شما جواب سوال من رو بدید بعد برید رای دیگری هم بخوانید. امام نووی در برای من فقط یک قول امام نووی خواندم برای شما، بعد اینجا قول بسیار علمای دیگه هم هست. خب یک نتیجه برسیم برادر عزیز، یک نتیجه برسیم که بعد از اون شما قول بقیه رو بخوانید. امام نووی خودش میگه مادامی که در اون مصلحت عمومی باشد، مصلحت باشد پنهانی باشد. یعنی چی؟ اگر مصلحت نباشد علنا باشد. حرف امام نووی همین معنی رو میداد. درست است یا نیست؟ آفرین. خب الان من این نمونه‌ای که برای شما در مورد حجاب گفتم در این مسئله علنانش مصلحت است یا پنهانیش مصلحت است؟ کدامش مصلحت است؟ على حسب حال مقصد. یک اغلب مردم مقصد ممکن که همون حالات دارن. مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته که فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله. و مردم اصلا اول اسلامی هیچ خبر هم ندارن، عموما قبول ندارن. نفرایی که مقصد حجاب قبول دارن عددی کمن. هم مردم خودش قبول نداره اصلا، ولی امر است. هم مردم خودشون مردمی که قبول ندارن اما کمان عددی همین حجاب میپوشته. برادر عزیز الان مردم مثلا افغانستان، تاجیکستان، ایران همینا لا اله الا الله را قبول دارن یا ندارن؟ مردم ایران اگه جو لا اله الا الله قبول دارن. مردم ایران همش همون رافضی ها چی اگه جو لا اله الا الله قبول دارن. من عموم اهل سنت رو میگم، یعنی افغانستان، تاجیکستان، ایران. شما ایران گفتین، خب ایران افغانستان اغلبش یا حزبیان یا صوفیان. همین حزبیا یعنی حزبیا لا اله الا الله را قبول ندارن؟ حزبیا لا اله الا الله را قبول ندارن؟ حزبیا لا اله الا الله قبول دارن، لیکن فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله. برادر عزیز این برای کفار است، این برای کفار است. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که معاذ ابن جبل رو فرستادن به یمن فرمودن که تو اول باید اونها رو به لا اله الا الله دعوت بکنی. خود همین لا اله الا الله در داخل همین لا اله الا الله حکم حجاب هم هست، روزه هم هست، نماز هم هست، زکات هم هست، همه عبادات، همه اخلاق، همه فضایل دین هست. لا اله الا الله کلمه مجرد نیست که هر کسی گفت خلاص وارد جنت شود. عمل به لا اله الا الله مهم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر اینه که قبول کردن بعد اول نماز صحیح. خب الان شما لحظات پیش میگید که افغانستان اکثرش حزبی هستن، یعنی منظور شما است که حزبیا لا اله الا الله را قبول ندارن؟ لا اله الا الله مقصد همو حزبی یا که صوفی قبول داره. مثلا صوفی لا اله الا الله میگه که لا خالق الا الله. خب نیست آفریدگار بغیر از الله. این نمو تفسیر بدعتی نیست اصلا. تمام تفسیر طوری نمیگیره. همو
ابو جهل و ابو لهب هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله. صحیح؟ برادر عزیز این قیاس مع الفارق است. ما کلمه برادر عزیز دوست عزیز گرامی ببینید، ما کلمه دخول به اسلام چی است؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شما این رو با ابو جهل و ابو لهب و اونا که توحید ربوبیت رو قبول داشتن با اونها مقایسه نکنید. و امروز عموم مسلمانان به شهادتین، شهادت به وحدانیت الله و به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتقاد دارن. اگر حزبی هستن، اگر صوفی هستن، اگر سلفی هستن، اگر اخوانی هستن، اگر تبلیغی هستن، همه اعتقاد دارن. شما اینا را از دایره اسلام خارج نکنید. الان ما خارج کردم، من کی تکفیر کردم؟ ما گفتم که لا اله الا الله صحیح هم مقصد انا میدونن در عموم مسلمانان داخل میشن مقصد. من تکفیر نکردم، تکفیر منهج تکفیری نیست. من الحمدلله درست ما گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم که منهج الانبیاء فی دعوت الی الله فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت لا اله الا الله باشه. صحیح؟ درست. شهادت ان لا اله الا الله دعوت در صورتی که طرف مقابل شما کافر است. وقتی که طرف مقابل شهادت لا اله الا الله را قبول دارد، طرف مقابل ما بردار انصاری صوفی باشه، همین صوفی های تاجیکستان مثلا همین لا اله الا الله همون یا حتی که همون ملاهایی که مقصد نامدارن، ملاهایی که مشهورن در بین مردم، سوال که نه توحید الوهیت فهمود نمیتونه نه توحید اسما و صفات مخالفی منهجی اهل سنت و الجماعت هم در توحید اسما و صفات هم در توحید الوهیت عقیده ضد اهل سنت و الجماعت داره. همون لا اله الا الله میبیا اختصار میکنه در توحید ربوبیت. دیگه معنای لا اله الا الله نیست آفریدگار بغیر از الله. خلاص نیست آفریدگار، نیست. ببین برادر عزیز، نیست. یک لحظه، یک سوال. نیست هیچ معبودی که لایق عبادت باشد غیر از الله متعال. درست؟ معنی کامل لا اله الا الله. خلاص الا الله. امی لا اله الا الله را که کسی که گفت و به این اعتقاد پیدا کرد، باید اعتقاد به توحید الوهیت و ربوبیت و اسما و صفات داشته باشد. درست است؟ درست است. بالضبط، دقیقاً. الان یک حاکمی، یک ولی امری بیاید حکم حجاب را انکار بکند، حکم حجابی که در قرآن آمده است رو بگوید من این رو قبول ندارم، این کافر است یا مسلمان؟ اول ندونم مقصد اما که شیخ محمد ابن عبدالوهاب ما خوندم میگه که نحن لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويذبحون للقبور حتى نقيم عليهم حجه. مقصد طواف کردن گرد قبر و ذبح کردن که باید تکفیر نکنه. این مسئله حجاب و عقلش نگیره. یک لحظه، الان شما ولی امر گفتید، ولی امر شرعی، ولی امر که شرعی. شما مثلا ببینید برادرم، یک مشکل منهجی وجود دارد در بین کسانی که مثل شما فکر میکنن. الان ولی امر شرعی صفاتش چی است؟ صفات ولی امر شرعی رو برای من بیان بکنید. ولی امری که حکم حجاب را نداند، ولی امری که حکم حجاب را نداند، او ولی امر شده میتواند؟ من ثبت اسلامه بالیقین لا یزال بالشک. صحیح یا که نه؟ من صفات ولی امر رو گفتم. صفات ولی امر شرعی چی است؟ هر نفری که همون رئیس باشه، پرزیدنت باشه، هر کسی که باشه مسلمان باشه خلاص ولی امر دیگه صفت مخصوصی برای قائل نیستش. که یعنی در دین اسلام برای ولی امر صفات قائل نشدن؟ من ابن عثیمین ابن باز گوش کردم میگه الا قدر تواناییتون دعوای مسلمانی کنه، همون هر چیزی که موافقت کند مقصد به شریعت همون امرش به اطاعت کنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. اگر امر به نافرمانی خالق کند نه الله اطاعت نمیکنه. الان ولی امر احکام دین یاد ندارد، احکام دین را نمیداند و انکار میکند. آیا این میتواند ولی امر شرعی باشد؟ میتواند ولی امر شرعی باشد؟
در عموم سم و طاعتش واجبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان لا طاعت فی معصیت الله و انما الطاعت فی المعروف. الان شما میگید ولی امر کرد که حجاب ممنوع شود، ما اطاعتش میکنیم چون که ولی امر است. نه اطاعت نمیکنیم که در همین امر اطاعت نمیکنیم که در عموم اطاعتش سلب نمیشه. ببینید برادر عزیز، شروط ولی امر شرعی چی است؟ الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. درست؟ اولی الامر منکم تمام خلاص خب مسلمان باشد. امی اولی الامر ادامه شه بخوانید. فإن تنازع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. خب الان ما مثلا با رئیس جمهور ما در قضیه حجاب به اختلاف رسیدیم. رئیس جمهور گفت که این عادت بیگانه است، ما گفتیم که این آیه قرآن است و حکم الله و رسول است. الان من و رئیس جمهور به کجا باید مراجعه بکنیم؟ پس حکم الله و رسول در اینجا بر حکم ولی امر برتری دارد. طبعا اگر ولی امر هر وقتی که گفته الله و رسول وابستگی ندارد، یعنی که مطلق اطاعت الله و رسول اطاعت ولی امر وابستگی دارد. پس از این آیه برداشتین می شود می شود ولی امر شرعی کسی است که مردم را به اطاعت از الله و رسول امر بکند، نه به اطاعت از شیطان، نه به اطاعت از طاغوت، نه به اطاعت از احکام غیر احکام اسلامی. چون اگر ولی امر به احکام غیر از اسلام امر کرد باید فردوه الی الله و الرسول و حدیث متفق علیه است که لا طاعت فی معصیت الله و انما الطاعت فی المعروف. پس ما وقتی بله برادر عزیز، شما الان یک لحظه شما الان میید بر اساس شرع، بر اساس قرآن و سنت ولی امر بودن یک شخص رو ثابت میکنید، درست؟ بله. الان مثلا بیت نام بگیریم، الان شما میگید که رحمانوف در تاجیکستان ولی امر شرعی است، درست؟ تا زمانی که میگم من مسلمانم صحیح، بله. ببینید پرزیدنت هست، حاکم است، پادشاه هست، این به اینش کار نداریم، اما این که بگیم که این انسان ولی امر شرعی است، این ولی امر شرعی است. ولی امر شرعی، صفات ولی امر شرعی چی است؟ صفات ولی امر شرعی تا زمانی که مقصد و معلق دعوای مسلمانی میکنه برای ما هم اطاعت کردن در معروف واجبه. الان پیامبر میگه که حجاب بکنید، خدا میگه حجاب بکنید، ولی امر میگه حجاب نکنید. و الله متعال میفرماید که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له هدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی. برادر شما مقصد خارج تاجیکستان زندگی میکنید، اینجا کن فاسق بنبأ فتبینوا. الان رفتید جای دیگه برادر عزیز. ممکن من بود کنم. نه ببین شما جای دیگه میرید. شما سر اصل مسئله بیاید. مینوت نمیره گپی من، نه گپی من مینوت نمیره. چی برادر انصاری مقصد من کوتاه میزنم، شما دوام گپتون نگازنید. ببینید برادر عزیز، شما الان از موضوع خارج شدید. ما میگیم ولی امر شرعی، صفات ولی امر شرعی چی است؟ الان خارج میشید برادر عزیز. شما الان مثلا الان در افغانستان ملا هیبت الله میگه که من امیرالمومنین هستم، ولی امر شرعی هستم، درست؟ ما میگیم که ولی امر شرعی، صفات ولی امر شرعی این است که از طرف شورای اهل حل و عقد مسلمین تعیین شده باشد، به کتاب الله و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم بکند. ما همین بارزترین صفاتش رو میگیم، بقیه‌اش رو کار نداریم، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح در مسلم به ما چی میگه؟ میگه که این امر علیکم عبد
یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له و اطیعوا. یعنی در اصل اطاعت از ولی امر شرعی در احکام وقتی است که ولی امر شرعی تابع قرآن و سنت باشد. وقتی ولی امر تابع قرآن و سنت نباشد احکام او معنایی ندارد، خاصتا که مخالف با قرآن و سنت باشد. به عنوان یک ظالم، به عنوان یک طاغوت، به عنوان یک ستمگر، به عنوان یک حاکمی که به زور دارد، دیکتاتوری که حکم میکند، خب مجبور است شما قبول بکنید یا نکنید، او وجود دارد. اما چرا بیاییم ما همین تواغیت را صبغه شرعی بدهیم، بگیم که اینها ولات امر شرعی هستند؟ چرا باید این کار رو بکنیم؟ بفرمایید. خب شما گفتید که خب مثال آوردید، مقصد شما معلومات هایی که میگیره جانب شان همه حزبی ها معلومات میگیرن. انا در عموم میشه نیست که مثلا هر کسی که دیگه حجاب در اونجا ممنوع باشه، ایشه نیست. هر کس هم موافقی میپوشن، اشکال نداره، مشکل نیست. اکثریت اغلب مردم اغلب زن ها میپوشن لباس همون توجیکی باشه. در عموم همون جایی که سطر باید کنن محکم کنن پوشیده محکم مثلا. مهم این باش نه که انا مسئله انکاری ولی امر بر منبر مقصد خلاصه انا ابن باز، ابن عثیمین اینا هم من خوندم، انا بخونم قولشم. بله. شما چرا اصرار دارید اقوال علما را بخوانید؟ چرا سوال منو پاسخ نمیدهید؟ صفات ولی امر شرعی از قرآن و سنت چی است؟ مسئله انکاری اعلانی مقصد من شما صحبت کردم، صحیح؟ مادامی که کسی بیاد در مقابل الله و رسولش حکمی صادر بکند، انکار علنی در اینجا واجب است. خلاصه میگه الراجح عند جمهور العلماء الانكار على ولي الامر يكون سرا وباسلوب حكيم لا على المنابر ولا علنا الا ان امنت الفتنه وتحقق في ذلك مصلحه راجحه واضحه. حالا در اینجا مصلحت ولی امر است یا مصلحت اسلام و مسلمین است؟ همین جمهور علما را که قولش ذکر کردید، مادامی که در اونجا مصلحت راجح باشد، مصلحت در اینجا مصلحت ولی امر است یا مصلحت عموم مسلمان است؟ یعنی این کار کردن ما گرفتن یا که مقصد ما شما همین قولی از اجماع علما که خواندید این است که میگه اجماع علما بر این است که وقتی که انکار بر ولی امر صورت میگیرد به صورت پنهانی باشد، مادامی که در آنجا مصلحت راجح امت است. درست؟ بله. الان وقتی که یک ولی امر میآید حکم الله و رسول را انکار میکند و حکم طاغوت را در جامعه بیان میکند، در اینجا انکار باید علنی باشد مصلحت است یا پنهانی باشد مصلحت است؟ راجح چی مقصد چی میشه راجع مقصد اغلب مردم در گمراهی باشه هیچ فایده نمیتیه از این کار کردن. اکثر مردم رو آدمای مثل فکر آدمای مثل شما اکثر مردم رو در جهل قرار دادن که من امروز رحمانوف آمده است گفته است که حجاب عادت بیگانه است، من در سر منبر نگویم که حجاب قول الله و رسول است. خب اگر من این رو نگویم برم پنهانی به رئیس جمهور بگویم، خب مردم در جهل میمانند. پس سبب جهل مردم ما شدیم. آخه همون مردم همون فکر دارن، مردمی که دوره سویتی موندگی همون چیز برای راجع محقول شده فرض کردیم. یعنی اولی مردم همین دوره استر موندن اینا باید که اسلام اصلا فهمن. صفات برادر عزیز، الان شما میرید باز وارد بحث دیگری میشوید که از دوران شوروی ماندن و فلان ماندن. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الله متعال در آیه واضح میکند که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. درست؟
اولی الامری که تابع الله و رسول باشد ما از آنها اطاعت میکنیم. فقها، علما، مذاهب، امام ابو حنیفه، امامای بزرگ، مفسرین، محدثین در قضیه ولی امر شرعی میگن که وقتی که کسی بر اساس شورای اهل حل و عقد یا عقد مسلمان ها تعیین شود، این ولی امر شرعی است. و یا به هر شکلی که غلبه بکند، هر رقم شود، حاکم شود، مادامی که شریعت را در جامعه اجرا می کند، آزادی عبادت برای مسلمان ها وجود دارد، به قرآن و سنت حکم می کند، حالا شرابخور باشد، فاسق باشد، فاجر باشد، زناکار باشد، هر عیب شرعی داشته باشد برای خودش، اما اطاعت از او واجب است. درست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که علی المرء، بر هر انسان مسلمان، السمع و الطاعه، بشنود و اطاعت بکند، فی المنشط و المکره، در هر حالتش، در حالتی که راضی باشد یا راضی نباشد. درست؟ فیما احب و کره، در چیزی که دوست دارد، در چیزی که دوست ندارد. تمام؟ ما لم یؤمر به معصیت الله، مادامی که ولی امر به معصیت الله نمی کند. درست؟ فإن امر به معصیت الله، اگر امر به معصیت الله کرد، فلا سمع ولا طاعه، نه میشنویم و نه اطاعت میکنیم. الان ولی امر میگه که حجاب ممنوع است در یک جامعه. درست؟ ریش ممنوع است در یک جامعه، لباس اسلامی ممنوع است در یک جامعه. الان شما بگید نه، چون که این ولی امر است ما از این اطاعت میکنیم. پس قول الله سبحانه و تعالی چی میشه که میگه که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. بر هیچ زن و مرد مسلمانی جایز نیست که مادامی کسی که بیاید در مقابل احکام الهی نظر بدهد یا حکم دیگری را بیاورد از او اطاعت بکند. در مسئله این کاری الانی من شما سوال دادم، در عموم مقصد که این کاری از منابر مقصد قول صحیح همین که علما میگن چی نه برداشت شماست برادر، نه برداشت شماست، برداشت شماست. شما از این اقوال علما که میگن مادامی که مصلحت امت در او باشد، نه حدیثات همه رو شما بر اساس هوا و هوس خودتان تفسیر کردید. قول علما این نبوده. یک قولی رو بیارید که گفته باشد که وقتی ولی امر به غیر ما انزل الله حکم کرد، به غیر ما انزل الله حکم کرد، شما در منابر او را انکار نکنید. برادر انصاری، من همین حدیث چی معنا داره؟ من اراد ان ینصح لذی سلطان فلا یبدا له علانیه. این نصیحت در مورد آفرین فلیأخذ بیده. بفرمایید، ادامه بدید. فإن سمع منه فذاك و الا فقد ادا الذي عليه. درست. این یک حاکمی، یک ولی امری یک صفت زشتی داره، زنا میکنه، شراب میخوره، ریش میتراشه. چون این خاص به این من برداشتشو برادر عزیز، من برداشتشو از حدیث صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم کردم. چی برادر انصاری؟ نحن نفهم الكتاب و سنة بفهم سلف امه. خب سلف امه، من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما میخوانم که میگه کسی که امر به معصیت الله بکند لا سمع له ولا طاعه. اینجا برادر عزیز، اینجا با وقتی که سمع و طاعت نباشد ولایتش ساقط می شود. برادر عزیز، شما از دین از کجای دین میفهمید شما؟ من تعجب میکنم. الان این حدیث بر مورد احکام الهی و عبادات و اصول دین و ارکان دین نیست. این حدیث در مورد این است که طرف اگر مشکل شخصی دارد، فسق و فجوری دارد، شما میری دستش رو میگیری، در یک گوشه نصیحتش میکنی که این کارو نکن، این به صلاح تو نیست.
اما وقتی که میاد علنا برخلاف قرآن و سنت حکم میکند، برخلاف قرآن و سنت حکم صادر بکند، باید علنا در مقابلش ایستاد. وگرنه این همه مسلمان ها، این همه همین شما یگان میتونید بیارید ای آثار سلف که الانی اعلاناً برآمده از منبرها بر ضد ولی امر گفته باشند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فمن لم یستطع فبلسانه. یعنی پس امر به معروف و نهی از منکر چی شد؟ فلیغیر بیده، هر کسی که مقصد این فلیغیر بیده همون ولی امر و هر کسی که بله شما این کار ولی امر است، کسی که سلطان دارد، کسی که ندارد فإن لم یستطع فبلسانه. بلسان یعنی علما، کسی که اهل علم و مقصد چی این دوران ویو میتونن. بله مقصد بله کسی که مقصد علم نداره، هیچ کی نمیفهمه، با دلش این کار میکنه، بعد میبینه خلاص. ببینید شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت الله علیه در مجموع فتاوا جلد 8 صفحه 210 در مورد انکار علنی چی میگه؟ و اما المنکر و انکار المنکر بدون ذکر فاعل فلينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله فذلك واجب لعموم الأدلة ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها. من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم. درست؟ این در این مورد. اوکی الان پس در اینجا این انکار علنی است در مورد این مسائل شخصی. زنا ببینید زنا میکند، شراب میخورد، فاسق است، فاجر است، میرید اگر ذکرم میکنید بدون ذکر اسم در منبر ذکر میکنید یا میرید در خلوت نصیحتش میکنید. اما وقتی حکم به غیر ما انزل الله بکند فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الفاسقون. پس این آیات شما چه تفسیر میکنید؟ طرف میگه که حجاب این عادت بیگانه است، ممنوع است. شما میگید هنوزم ولی امر شرعی است؟ اما شما خوندید قول ابن باز که مقصد همو فعل ای منبر این کار کرد، نه که فاعل به ذکر نام گفت. صحیح؟ ببینید شیخ بن باز خودش در ادامه همینجا چی میگه؟ حقوق ولاة الامر المسلمین النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف. صحیح، في المعروف. و وقتی حکم به غیر ما انزل الله بکنه این چی هستین؟ به غیر ما انزل الله که گفت همون بالا شما خوندید که به ذکر نام هر کسی باشه چی ولی ام باشه چی یک آدم. خب شما که بن باز بهش اعتقاد دارید، شما بن باز بهش اعتقاد دارید، بن باز بهش اعتقاد دارید، خود شیخ بن باز میگه و اذا ظهر امور المنکر من المسئولین في الدوله او غیر المسئولین سواء في الصحف او في غيرها فإن الواجب انکار المنکر علنیه كما كان ظهوره علنیه. میگه اگر که یک امر منکری از یک مسئولی علنی سر میزند انکارش باید علنی باشد. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر از شما برادر عزیز. در برنامه بعدی بعد تماس بگیرید ان شاء الله. اوکی. سلام علیکم و رحمت الله.